سلام، صبح بخیر. ساعت 10 بیدار شدم، تخت خوابم رو مرتب کردم که البته در اکثر روزها این تخت خواب مرتب نیست و الان فقط به خاطر اینکه توی فیلم زیبا باشه تخت رو مرتب کردم. هوا هم که فوق‌العاده عالی، آسمونم به این قشنگی که میبینید و یه نسیم خنکی هم تو اتاق میوزه، اصلا معرکه. دراوه رو باید تمیز کنم و کوهی از لباسهایی که شستیم و تا نزدیم باید جمع بشه. اول از همه گفتم از آشپزخونه شروع کنم و این ظرفهای کثیف رو بچینم تو ماشین و هر چقدرشم که جا نشد و دیگه باید با دست بشورم. همین ابتدای کار خسارت به خودم زدم و قاشق نازنینم رو شکستم. دیگه این چند تا تیکه ظرف و قابلمه ها تو ماشین جا نشد و باید ناچارن با دست بشورم. من واقعا روزی 100,000 بار خدا بیامرز میدم اونی که ماشین ظرفشویی رو اختراع کرد. یعنی نور به قبرت بباره هر کی که بودی. ولی یه چیز جالب در خودم فهمیدم، این که احساساتم خیلی به ظرف شستنم ربط داره. مثلا اگر خوشحال باشم خیلی، هر موقع که ظرف میشورم در کنارش یه غیر ریزم میدم. اگه عصبانی باشم همچین محکم با اسکاج به جون این قابلمه ها میفتم و انقدر با صدا و تلق تلوق ظرف میشورم که خدا میدونه. اگرم که مثل امروز یه حال نرمال و خوب و عادی داشته باشم که خیلی با آرامش خاطر و با فکرهای قشنگ ظرف میشورم که الان اینجام دارم من به خیلی چیزا فکر میکنم که الان البته یادم نیست. جدای از همه اینها کاش به همین سرعتی که تو فیلم بود ظرف ها شسته میشد. همینطور که میبینید ظرف ها تمام شد و خلاص. دیدین آشپزخانه تمیز فاطمه. حالا بریم سر وقت لباس هایی که باید جمع بشه و داخل کمد گذاشته بشه. اینجا بگم که واقعا من به تا کردن لباس ها هیچ احساسی ندارم، یعنی مثل ظرف شستن نیست واسم و فوق‌العاده بدم میاد از این کار، تا این حد که اصلا دلم نمیخواست ویدیوش حتی تو ولاگم باشه. دوستان، این شما و این اتاق مرتب فاطمه. حالا وقتشه که استراحت بدم به خودم، لم بدم، میوه‌ای بخورم و اون کارهایی که امروز کردم و توی دفترم یادداشت بکنم. آخیش